میدونستن که ایما میخرن. هزار رحمت کلام برای اواره دستگیری کردنتون. هم قصد گفتنم که عبدالرزاق دادرجان باور که ایت خیلی زمان هیچ وقت اجداد نمیکردم. ما فکر میکنم که در اینجا ما فکر میکنم که اشیب که گلاونی را پدر عبدالرزاق دادگیه. شرمنده دادات که پول دیدم ماشینش مون بلد شرمنده عمر پنجگین ریزونده شما. اکای عبدالرزاق ما و شما به استاد هیچیم. اکای برای شما بسیار مهنت کردگی با قدر مهنتاش برسیم. عرب پیدا باشه ترم فکر کردم بیست میرزا شما خیلی من نمیستادم برای که ما قطعیم یکا رفتیم قطعیم یکا باید بیوم خونگی مود همی یکا دوریت کده ایسو روی کدگیم. просто ایموسیون که بود چیه فهمیدی شام خیلی رنگی بود اگه که گریه میکنم خیلی گریه اومد تلخ. اگه بروز چه کردی؟ هیچی دردی سر آموده. اوزیرم سری وقت عبدالرزاق یگان جای نامردیش نیست اگر برگردی این یک گپی مایه اگر برگردی و ویدیو ابرشن کنی اکر بیروز ما قطیتم دبرتم مقصد خلق ببینه. سلام علیکم برادر عزیز. هزار رحمت کلام برای پدرش کتون برای گپای ناز نستنتون برای دستگیریتون. ما یک چیز میگم 3 سال پیش اکر بیروز کی میشنو 3 سال پیش اکر بیروز چیکار میکردن برای چی من ای خودی یک قشلق رفته آوردن برای کی پولشون میدونن که ایما پول کار میکنن میدونستن که ایما میخرن. هزار رحمت کلام برای اواره دستگیری کردنتون نه که شما وقتی که من اواره بدین انا هنقه بدین حاضر ای پشت من چیزی من خوردن حق من خوردن انا هنقه شده رفتین. ما چی؟ ما موندم ماشیناتون علی شد ای پشت من رستوران شده دیگه کارو کنین. خب پدر و مادر ما در دور یک قشلاق زندگی کرده ما هولیم کارم همه استادگیه. الله شده در چهره تو همچون یک شخصی کلان نمیدیدم یک چه چهره شیرین رو داشتی تو چه یک چهره شیرین و چهره خوب داشتی که در سیمه تو فقط یک کودکی بسیار خوبم میدیدم و در حقیقت خوبم بدی چون که ما هر وقتی که آفیسی اولاد میدیا میرفتم دادرجان میدیدم که تو نماز میخوندی 5 وقت نماز میخوندی. نه که بیروز دا گپ دارم نه عبدالرزاق دا یک شخص اما که نگور میشمارم این پدر عبدالرزاقی که برای من گفتم ویدیو نکن چیز نکن گفتم من روام مصلحت میکنم گفتم من خطیت با رنگ کارگر گپ نزدم من خطیت اکاوداری نمیکردم باید از همون 1 میلیون روبل برای شما 500,000 روبل روسیش روان کرده شد؟ نه به عقل یگان گای کدی تو بیست تاجیکستان سلام نمیکنه در این کار شرمنده عمر پنجگین ریزونده به خدا درشن نبینم تا دیگه.